با مقصد معرفی امکانات‌های دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در سمت آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص و جلب داوطلبان به این مؤسسه پیوسته چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و ترغیباتی تشکیل و راه‌اندازی کرده می‌شوند. این نوبت نیز در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت چنین همایش دایر گردید. گزارش در این باره. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی حدود شهر دوشنبه در دایره همکاری‌های دوجانبه در معرفی امکانات‌های دانشگاه تجارت تاجیکستان اشتراک کردند. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های مهمترین تیار نمودن متخصصان ساحه‌های اقتصاد و تجارت، گمرک، حقوق اقتصادیات، سیاحی و مارکتینگ به حساب می‌رود. این بارگاه را همساله هزارها نفر از منطقه‌های گوناگون کشور و بیرون از آن همچون متخصص سمت‌های گوناگون ختم میکنند و در گسترش ساحه حصه گذارند. به خاطر شناسایی از فعالیت و دستاورد و امکانات‌های تعلیمی دانشگاه، رهبریت مؤسسه برای اخلاصمندان و خواهشمندان همایش آموزشی و اطلاعاتی را راه‌اندازی نمودند که در آن تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک کرده برای خویش معلومات مفصل گرفتند. این اقدام به نسل نورس برای انتخاب کسب و معین کردن راه آینده خویش کمک خواهد کرد. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در سمت رقم کنونی اقتصادی نیست. سهمی نظر از دارد، زیرا در دانشگاه متخصصان ساحه اقتصادیات رقمی نیز آماده کرده می‌شوند. در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان هر سال چاره‌بینی‌های علمی، همایش‌های علمی سطح جمهوری، سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد که در آن کارشناسان سطح بین‌المللی نیز اوید با مسائل مبرم اقتصادیات، رشد اقتصادیات اینوواسیونی معروضه‌های خود را پیشنهاد نمایند. مورد به یادآوری است که در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. طبق اطلاعات دانشگاه دارای دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند 7 بینای تعلیمی، لیتسه، خوابگاه چهارآشانه برای آموزگاران و کارمندان، 2 خوابگاه چهارآشانه برای دانشجویان، 1 تالار ورزشی، 2 میدانچه ورزشی، 3 فاکولتت، شعبه تحصیلات فاصلوی، 9 کافدرای تخصصی، 4 کافدرای عمومی دانشگاهی، پژوهشگاه علمی بازار استعمالی و خدمترسانی، شعبه ماجستراتورا، اسپیرانتورا و دکترانتورا می باشد. با استفاده این امکانات‌های موجوده همساله متخصصان آماده کرده می شوند. با زیاده از 35 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارجی دور و نزدیک همکاری‌های دو طرفه داریم که هر سال دانشجویان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در تبادل اکادمی اشتراک می‌نمایند. امسال دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تصمیم گرفته است که اختصاص‌های نو را وابسته به بازار مهنت از آن جمله اقتصادیات رقمی، اقتصادیات سخت پیشنهاد نموده است که با مقصد آماده نمودن متخصصان ساحه مذکور مساعدت فعال نماید. در روز درهای باز خواهشمندان از جمله تعلیم گیرندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 اشتراک کرده از سینخانه‌های تعلیمی، کتابخانه، مرکز تستی و دیگر امکانات‌های این بارگاه دیدن نمودند. تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها اگر از یک جانب برای معرفی امکانات‌های مؤسسه‌های عالی تعلیمی مساعدت نماید، از طرف دیگر برای انتخاب کسب و اختصاص خوانندگان نیز خوب است. همین است که چنین چاره‌بینی‌ها دوام سال‌های اخیر منتظم راه‌اندازی می‌شوند. ختم کنندگان ضمن این چاره‌بینی پورا با امکانات‌های دانشگاه با راهبلدی مسئولین شناس شدند. در ادامه همایش مذکور واخوری رهبریت دانشگاه مذکور با اشتراکچیان دایر شد. به گفته رهبریت دانشگاه تجارت تاجیکستان، در این مؤسسه عالی تعلیمی متخصصان بلند اختصاصی آماده می‌شوند که در بازار مهنت رقابت‌پذیر، دارای صلاحیت بلند کسبی، وطندوست و خودشناس و خودآگاه بوده در پیشرفت و آبادی و شکوفایی کشور محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال حصه‌گذار می‌باشند.